خب 15مین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران رو با حضور همکاران و بخش خصوصی خودمون امروز شاهد هستیم. تصاویری که استفاده شده در غرفه سایت جهانی بیابان لود و همکاران و بخش خصوصی خانم باور که دارن زحمت میکشن معرفی میکنن هم بخش صنایع دستی رو هم ظرفیت‌های گردشگری استان رو. اینجا ما تصاویر روستای تاریخی قلعه‌نو رو در غرفه استفاده کردیم و پخش تصاویر جاذبه‌های گردشگری استان از طریق مانیتورهایی که در غرفه مورد استفاده قرار گرفته و بخش صنایع دستی استان که گوشه‌ای از صنایع دستی رو ما باز اینجا به نمایش گذاشتیم. تشریف بیارید اینجا و از این غرفه زیبا از آداب رسوم سیستان و بلوچستان و از صنایع دستی دیدن کنید. از پل خیلی خوبی هست بین ایران و پاکستان که هم توسعه توریست